99 سال قبل 14 اکتبر سال 1924 با انجام تقسیم ملی و حدودی آسیای میانه به جای جمهوری‌های ترکستان و بخارا در این قلمرو جمهوری‌های ملی تأسیس یافتند، از جمله در هیئت جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان، جمهوری مختار شوروی و سوسیالیستی تاجیکستان عبارت از 8 ولایت تشکیل شد. در نتیجه اون تقسیمات قلمرو آسیا میانه که مورخ شناخته تاجیک رحیم ماسوف تبر تقسیم نامش کرده است، تاجیک‌ها از تقریبا همه شهرهای بزرگ و مرکزهای تاریخی و فرنگی خود از جمله شهرهای بخارا، سمرقند، شهر سبز، دهنو، نصف محروم شدند و این همه به ازبکستان داده شد. سال 1924 وقتی که جمهوری مختار شوروی و سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل شد، حتی خوجند و کانی بادام و اسفره را هم به ازبکستان داده بودند. در این زمان نویه سر آسیا که حالا بخشی از ولایت‌های سرخندری و ازبکستان است، اون وقت از تاجیکستان بود. به تاجیک‌ها میسر شد که خوجند و کانی بادام و اسفره را برگردانند، ولی برگردانیدن دیگر مرکزهای تاریخیشون به مثل سمرقند و بخارا دیگر میسرشان نشد. به خصوص قصه به تاجیکستان برگردانیدن کانی بادام به سر خود قصه جالب است. ماه فوریه سال 1925 ازدحام ساکنان کانی بادام قطار رای میخائیل کالینین را که از سوی فرغانه حرکت میکرد نگاه داشته از او خواستند که کانی بادام را به تاجیکستان امرا کند و یا مختاریت بدهند، زیرا آنها تاجیکند. بعدا رهبران این تظاهرات محمد جان اشور محمدزاده و عظیم نادروف را برای چنین گستاخی به لاگرهای استالینی پرتافتند و اعظم نادروف در گلاگ جان داد. ولی تأسیس جمهوری مختار شوروی و سوسیالیستی تاجیکستان به سر خود اهمیت بزرگی را داشت، چون که قریب 1000 سال بعد فرو پوشیدن دولت سامانیان تاجیک‌ها بار اول صاحب دولت خود شدند. بگذار با مقام ناقص جمهوری مختار در هیئت ازبکستان، بگذار در بهای از دست دادن مرکزهای بزرگ تاریخی و فرنگی مردم تاجیک، بگذار در قلمرو خیلی اختصار شده، ولی به هر صورت بار اول در خریطه جهان یک واحد نو جغرافی با نام تاجیکستان ظهور کرد. روشنفکران تاجیک بر اینند که روز تشکیل تاجیکستان همچون جمهوری مختار شایسته اون است که همچون روز عید تجلیل شود. عالم تاجیک سعدی مادی در گروه فیسبوکی آرمان‌های ملی نوشته است: این روز مقدس است. این روزی است که تاجیکستان شوروی همچون 7 جمهوری در هیئت اتحاد شوروی تشکیل شده است و اساس دولت امروزه تاجیکستان شده است. باید این روز در قانون درباره روزهای عید وارد کرده شود. مورخ تاجیک سیف الله مولاجان به پشتیبانی از این پیشنهاد نوشت: موافقم، چون اگر سال 1924 نبود سال 1929 را نداشتیم و اگر سال 1929 نمی بود ما سال 1991 به استقلالیت نمی رسیدیم.